في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آری، هر کس به وعده اش وفا نماید و تقوا پیشه کند بداند که الله پرهیزکاران را دوست دارد. بدون شک کسانی که پیمان الهی و سوگندهایشان را به بهای اندکی می فروشند در آخرت بهره ای نخواهند داشت و الله با آنان سخن نمی گوید و روز قیامت به آنها نظر نمی کند و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی در پیش دارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به خیر فرا بخوانند و به کار خوب فرمان دهند و از کار بد باز دارند و چنین کسانی رستگارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمسكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه بیگانه و یار همنشین و مسافر در راه مانده و کنیزان و غلامان نیز نیکی نمایید. بیگمان الله هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمیعا بصیرا. الله به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. چه پند نیکی است پندی که الله به شما می دهد، به درستی که الله شنوای بیناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. هر کس واسطه کار نیکی شود بهره ای از آن خواهد داشت و هر کس واسطه کار بدی گردد سهمی از آن خواهد برد و الله حسابرس و مراقب هر چیزی است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. و از کسانی که به خود خیانت می کنند جانبداری مکن، همانا الله افراد خیانتکار و گنهکار را دوست ندارد. آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می کنند ولی آن را از الله پنهان نمی کنند، در حالی که الله همراه آنان است. آنگاه که شبنگام پنهانی بر گفتاری که الله از آن خشنود نیست متفق می گردند و الله به آنچه می کنند کاملا آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در بسیاری از نجواها و سخنان محرمانه خیری نیست مگر کسی که به صدقه یا کار خوب یا اصلاح بین مردم فرمان دهد و هر کس برای طلب خوشنودی الله چنین کند به او پاداشی بزرگ خواهیم داد. نور في الظلمات أنسي في خلوات نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله دوست ندارد که انسانها آشکارا بدگویی کنند مگر کسی که بر او ستم شده است و الله شنوا و داناست. اگر کار نیکی را آشکار یا پنهان انجام دهید یا از بدی دیگران گذشت کنید پس بدانید که الله آمرزنده تواناست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزکاری همکاری نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید و از الله بترسید بیگمان الله سخت کیفر است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. به مال یتیم
جز به بهترین شکل نزدیک نشوید تا آنکه به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید. الله هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی دهد و هرگاه برای داوری و یا گواهی دادن سخن گفتید پس عدالت را رعایت کنید، حتی اگر در مورد نزدیکانتان باشد، و به پیمان الهی وفا کنید. این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است. باشد تا پند گیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و کسانی که به خاطر پروردگارشان بردباری و صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه که به آنها روزی داده ایم به صورت پنهان و آشکارا بخشیدند و خرج کردند و بدی را به نیکی پاسخ می دهند، سرانجام نیک سرای آخرت از آن ایشان است. بهشت ها و باغ های جاویدانی که آنان به همراه پدران و فرزندان و همسران نیکوکار خود بدانجا وارد می شوند و فرشتگان برای خوشامدگویی از هر دری نزدشان می آید. به آنان می گویند سلام بر شما به پاس شکیبایی و صبرتان که نیکوست پاداش این سرا. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید، در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید. بیگمان الله از کردارتان آگاه است.
نور في الظلمات أنسي في خلوات نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز باز می دارد. پندتان می دهد باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آنها یا هر دوی ایشان در نزد تو به سن پیری رسیدند، کوچکترین سخن ناخوشایندی به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو ای پروردگارم، همان گونه که در کودکی مرا پرورش دادند آنان را مشمول رحمت خویش بگردان. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. و به مال یتیم جز به بهترین روش نزدیک نشوید تا آنکه به سن بلوغ و تشخیص برسد و به پیمانها وفا نمایید
که درباره عهد و پیمان بازخواست میشوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و به بندگانم بگو سخنی بگویید که بهترین است، چرا که همانا شیطان در میان شما نزاع و دشمنی می افکند. همانا شیطان دشمن آشکار انسان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند، مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند، پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قطعاً کسانی که دوست دارند زشتی ها و بی‌عفتی ها در میان مؤمنان پخش گردد، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارند، عذابی که الله می‌داند و شما نمی‌دانید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ای مؤمنان، وارد خانه‌هایی غیر از خانه‌های خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ساکنان خانه سلام کنید. این کار برای شما بهتر است باشد که پند بگیرید. پس اگر کسی را در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد